بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث در صحیح امام مسلم است 830 رقم درباره نماز عصر، یعنی برتری نماز عصر یا که فضیلتش، که انسان کدام انسان مسلمانی که نماز عصر در وقت میخواند هم وقت دائمی مواظب است، برای او 2 اجر است. خیلی که از ابی بصرة الغفاری رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میگوید که ابو بصر الغفاری میگوید که نماز پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز عصر در یک جا نامش مخمس گذاشت. مخمس این یک جای بگیم راه هست، راه و یک کوه در اونجا هست، در اون خود یک منطقه هست، در اونجا نماز عصر گذاشت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت این هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها. همین نماز عصر میگه برای پیشینیان شما، آنهایی که پیش از شما بودند، فرض شده بود. پیشینیان شما، نه از پیش شما کسی بود. نماز عصر در اونها هم بود است. فضيعوها، پس نماز عصر به نماز عصر اهتمام نمیدادن، نماز عصر در وقتش نمیخواندن، مواظبت نمیکردن، دائمی نمیخواندن، ضایعش میکردن. پس پیغمبر چی میگه؟ فمن حافظ علیها کان له اجره مرتين. کسی که دائم نماز در وقتش میگذارد، مواظبت میکند، ترکش نمیکند، پس برای او پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که 2 اجر است. باز حدیث دیگر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بخاری است 5861، پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم میفرماید که یا ایها الناس، ای مردم، خذوا من الاعمال ما تطيقون. خذوا من الاعمال ما تطيقون، ای بگیرید از همون عملهایی که شما طاقت او را دارید، ای انجام دهید عملهایی را که شما طاقت اون عملها را دارید. یعنی که عملهای را اختیار نکنید که یا که عملها را برای خودتون عملهای را فرض نکنید که شما طاقت اون عملها را ندارید. عملهای را کنید که طاقت اون عملها را دارید. فإن الله لا يمل حتى تملوا. هرین الله عز وجل یعنی بگیم که دلگیر یا که خسته نمی شود از دادن اجر تا آن از چی حتی که شما چی دلگیر و خسته شوید. به معنای چی هست اینجا؟ به معنای لا یمل، ای انسان الله عز وجل اجرت میتید، از اجر دادن چی نمی شود؟ دلگیر نمی شود از اجر دادن. یعنی چقدر یک تو نماز خواندی، چقدر یک توانستی نماز خواندی، الله همون اجری، همون آخی نماز میگم، اما طاعت و عبادت کردی، همون عملی نیکی کردی، همون برای همون عملی نیکت الله به تو چی میتید؟ الله هرگز بگیم چی همون اجرت میتید، چی عملی که کردی همون اجرش الله برای تو میتید. ان الله احب و ان احب الاعمال الى الله ما دام و ان قل. پس میگه هر آینه محبوب ترین عمل یا که محبوب ترین از عملها یا که پسندیده ترین از عملها در نزد الله کدام عمل است؟ ما دام و ان قل، عملی که تو او را دائمی میکنی. اگر عملی کم هم باشد، عملی کم، عملی خردی هم باشد، کمی هم باشد، نیکی دائمیش کنی. دائمی همین عمل الله دوست می‌دارد. مثلا تو یک روز بیا مثلا قیام اللیل 13 رکعت خوان، دیم روز تماما نخوان، نه، تو همون 2 رکعت یا که 4 رکعت بخوانو، نیکی دوامناک بخوان. برای چی؟ برای وقتی که دوامناک که خواندی، همون انسان یک محبتی پیدا میکند در دلش، یک شیرینی و لذت همون نماز درک میکند، برای همین دیگه ترک کردنش نمیتوند. دیگه هم وقتی که همون شب کشید نماز، دلش میکشد به نماز. برای چی؟ برای که انسان وقتی که میخواند لذت نماز میفهمد. نماز شب شرف مؤمن است. برای انسان وقتی که نماز که خواندن میگیرد، درک اقلا 2 رکعتی یا 4 رکعتی هم بخواند، آیسته آیسته بعد زیاد کردنش بگیرد. لیکن یک باره زیاد خواند و بعد دیگه ترکش کند، این درست نمیشه. برای همین پیغمبر چی میگه؟
محبوب ترین عمل برای الله کدام است؟ اونی که هرچند کم هم باشد نیکی دوامدار باشد.